سلام آقای اینشتین. من وقتی مستند انوشه انصاری رو دیدم کلی انرژی و انگیزه گرفتم. قرار هست امشب برم رصد و باز نظاره‌گر آسمون باشم. هر روز، هر شب آرزوی این رو دارم که مثل ستاره ها در فضا معلق باشم. ولی اگه بتونید ستاره ها رو توشون تشخیص بدین و فاصله داشته باشن یکم از هم دیگه، بهشون میگن خوشه های باز. الان ما M44 رو که میخوایم اینجا ببینیم توی حالت سپیده یه مقدار از وقت نجومشو بذاره برای وقت چی؟ برای کار با زمین. سپیده چند سال الان خشکسالیه؟ حدوداً 2-3 سال هست. درسته پس اندازم تموم شد. حتی من این موضوع هم به دایی هادی گفتم من تو عید میتونم بچه ها رو نگه دارم. چه خبر آقا کریم؟ آقا که الان تو اینترنت بودم، بعد در مورد جشنواره خوارزمی نوشته بود که بدون کنکور میتونم برم دانشگاه. شما اطلاعی ندارین در موردش که باید چیکار کنم؟ یعنی خدا شما رو کرده یه وسیله که به نجوم بیشتر اهمیت بدن. ولی مثلا من چیزایی که انتخاب میکنم همیشه با عرف جامعه هیچ چیزی نداره. تو ساده چند من میکشم. میکشی؟ خدا وکیلی. خدا میدونه. خدا وکیلی میکشم. چه دختر خودم چه دختر خواهرم باشه. برمن کنم. بابا چه تقابل کن، اشکال نداره. من که رصد میرم مطمئنم 10 نفر دیگه هم پشت من میان رصد. من هیچ وقت تنها نیستم. خوارزمی میدونی بزرگترین شانس زندگیم بود که از دستش دادم دیگه. ما اومدیم درباره سپیده مشورت کنیم که خواستگار برش اومدیم. خب سلامتی. واقعا دوستش داری؟ نمیدونم. ولی وقتی تو یک بندی افتادی واقعا تو بند بلا هست. پایانش نیست، قرار نیست پایانی وجود داشته باشه. چرا؟ سلام خانم انوشه انصاری. از 12 سالگی بزرگترین آرزوی من اینه که فضانورد بشم. حالا که دارم مینویسم باورم نمیشه. از شما راهنمایی الو؟ سلام. بله بفرمایید. سلام سپیده جان، من انوشه هستم، انوشه انصاری. واو. داری با من شوخی میکنی؟